شاورمه یا به قول مالورا قرمه دل و جیگر گوسفندی یه غذای خوشمزه و مقوی که اگه یه بار امتحانش کنید تا ابد مزهش زیر زبونتونه. من مامان فرشتم، یه مامان بیش فعال و پر انرژی که هر روز با عشق یه عالمه براتون آشپزی و روزمرگی میذاره. پس پیجمو فالو کنید که ضرر نمی‌کنید. بریم سر اصل مطلب. جیگر سفید رو خورد کنید و با 2 تا پیاز بزنید 1-2 ساعت بپزه. بهتره دل و جیگری که استفاده میکنید کشتار همون روزی باشه که میخواین غذا رو درست کنید، چون اینجوری جذب آهن بیشتری داره و سالم ترم هستش. جیگر، قلوه و دل گوسفند رو خورد کنید. من برای اینکه خوشمزه تر بشه از یه مقدار دنبه گوسفندی هم استفاده کردم که اونا رو همه خورد کردم تا برای رو حرارت گذاشتم. وقتی داغ شد دنبه و 1-2 قاشق روغن رو بهش اضافه کردم. سرخ که شد و به روغن افتاد بهش پیاز رو اضافه کردم. پیازم هم که طلایی شد بقیه مواد رو بهش اضافه کردم. بچه دقت کنید که به هیچ عنوان بهش آب اضافه نکنید چون اینجوری سفت میشه. حالا جیگر سفیدی که آبش هم کامل کشیده شده رو بهش اضافه کردم. نمک و زردچوبه و